گوی موسیقی حلال است یا حرام شاید تو را قانع نکند، اما من میخواهم تو را از درون خودت قانع بکنم. من طلب دعا میکنم و تو بگو آمین. فقط میخوایم با دعاهایم آمین بگویی. از خداوند بزرگ میخواهم که آخرین کلام تو را در دنیا لا اله الا الله قرار دهد. بگو آمین. آمین. از خداوند بزرگ میخواهم که آخرین کلام تو را در دنیا موسیقی قرار دهد. بگو آمین. آمین نگفتی؟ از خداوند بزرگ صاحب عرش بزرگ میخواهم که دفتر اعمال تو را در روز قیامت پر از قرآن بکند. بگو آمین. شنیدی؟ آمین گفتی. از خداوند بزرگ صاحب عرش بزرگ میخواهم که دفتر اعمال تو را در روز قیامت پر از موسیقی بکند. بگو آمین. آمین نگفتی؟ چرا که فرق بین حق و باطل را میدانی، اما خودت را به جاهلیت زدی. اگر این جاهلیت را از بین نبری خاتمه خوبی نخواهی داشت.